با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. من جاوید احور هستم، میزبان شما امروز در رابطه با موضوعی که امروز صحبت میکنیم. دور چهارم کنفرانس مسعود در دانشگاه کامبریج است. مهمانان امروز ما جناب سلمای نشاط، سیاستمدار، پژوهشگر، کارشناس مسائل سیاسی و فعلا مسئول نهاد موزاییک در انگلستان هستند. همچنان دکتر سهرا کریمی رو با خود داریم، گرداننده، فیلمنامه‌نویس، فعال حقوق زن و ایشان فعلا مصروف تدریس در دانشگاه ییل در رشته سینما و رسانه هستند. خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما قرار داریم. یک کمی هم در رابطه با راه‌های کمک به کنفرانس به دوستانی که فعلا شنونده هستن و طرفدار تمویل این کنفرانس هستن میخوام توضیح بدم که از طریق صفحه کمبریج مسعود کنفرانس و از طریق صفحه موزاییک نشانه ها و اطلاعات دقیقه میتونن دریافت بکنن که چگونه به این کنفرانس کمک بکنن. و هدف از برنامه امروز ما معرفی کنفرانس مسعود و اهمیت این کنفرانس و بحث در رابطه با آینده افغانستان است. و در قسمت نخست این برنامه کوشش میکنیم که از آقای نشاط چیزایی بشنویم. جناب نشاط مسئول سازمان موزاییک هستند در انگلستان و 3 سال است که ایشان با کمک دانشگاه کامبریج و نهادها و فعالین اکادمیک و علمی و سیاسی افغانستان این کنفرانس را در دانشگاه کامبریج برگزار میکنن. توضیحات بیشتر از جناب نشاط میخوایم بشنویم. آقای نشاط، ما با شما از شما خواهش میکنم که در رابطه با اهمیت کنفرانس مسعود صحبت بکنیم و اینکه چگونه این اندیشه پیدا شد نزد شما و دوستان دیگری که امروز در بورد رهبریت کنفرانس مسعود هستند و اینکه کنفرانس مسعود چی بینش نسبت به آینده افغانستان داره و چرا این کنفرانس باید ادامه پیدا بکنه و اینکه دوستانی که میخوان کمک بکنن به کنفرانس، به خاطر که ما باورمند به این مسئله هستیم که کنفرانس هایی که مرتبط به مسائل افغانستان میشه باید به مرور زمان از لحاظ مالی مستقل شوند و دوستانی که طرفدار این اصل هستن چگونه میتونن به کنفرانس از لحاظ مالی یا از لحاظ معنوی و از لحاظ فرهنگی کمک بکنن و چی راههایی وجود داره که با شما یاری برسانن که این کنفرانس موفقانه به سر برسه. آقای نشاط، شما رفتین پایین، پس دوباره لطفاً بالا بیاین. پیش از اینکه آقای نشاط برگردن، چون من عضو رهبریت کنفرانس مسعود هستم و میشه که کمی در رابطه با تجربه خودم به عنوان عضو رهبریت این کنفرانس کمی صحبت بکنم. کنفرانس مسعود از اون قسمی که نامش معلوم است فقط بحث روی احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور نیست، بحث روی اندیشه احمد شاه مسعود است و بینش احمد شاه مسعود نسبت به آینده افغانستان. آقای نشاط، لطفاً صحبت‌های خود سر بکنین، ما شنونده شما خود باشم. بسیار زیاد تشکر اول از شما جناب احوار گرانقدر که این برنامه را پیش میبرین و از جناب دکتر سهرا کریمی هم بسیار سپاسگزار هستم، از دوستای دیگه هم که حضور دارن، از جناب وزیر بلخی بسیار تشکر. من میخوایم خیلی بسیار کوتاه روی اهداف کنفرانس چند لحظه صحبت بکنم، بعدا هم یک معلومات در مورد تاریخچه کنفرانس خدمت شما ارائه بکنم که چه وقت شروع شد و یه اهداف چگونه میخواد دنبال بکنه. خدمت شما که خیلی ساده بخوایم بیان بکنم، در سالهای 2015 تا 20 من در افغانستان در حکومت کار میکردم و یک موضوع خیلی جدا متوجه شدم این بود که در جامعه کشور، در بین سیاستمدارا و در بین نخبه های کشور و در عام در بین مردم
باور بسیار جدی وجود داره که حکومت مرکزی قوی در افغانستان در از بد و ایجادش و آمدن ایده دولت مدرن در منطقه ما خصوصا به افغانستان مشکلات بسیار جدی را ایجاد کرده، هم در بحث نمایندگی از مردم و هم در بحث تنوع، تکثر و شمولیت در ساختارهای هم دولتی، هم قدرت و هم ثروت. و خواست وجود داره که تا حکومت مرکزی قوی بالاخره رفرم شوه، اصلاح شوه و یک حکومت غیر متمرکز به وجود بیاید. خب کسایی که طرفدار از ایده هستن از شعار بیشتر پیش نرفتن، کار جدی انجام نشده در راستا. و یک از اهداف کلان کنفرانس امی بحث بود که چطور میتونیم روی یک دولت بدیل، یک ساختار یا نظام بدیل در افغانستان فکر کرد، بدور از غوغا، بدور از احساسات، عواطف، بیشتر علمی فکر کرد. دلیل از که در حاشیه سیاست افغانستان از زمان که مشروطیت در افغانستان به وجود آمد تا دهه 1990 در حاشیه این خواستها وجود داشته، مطالبات اصلاح نظام سیاسی وجود داشته، ولی احمد شاه مسعود با مفهوم عدالت اجتماعی این خواستها و مطالبات جامعه را از حاشیه به متن کشاند، به متن سیاست افغانستان کشاند و یکی از اهداف را که خود عامر صاحب با شخصا و حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری استاد ربانی و کسایی که در اطراف عامر صاحب بودن از طیفای مختلف که بعداً خب در دهه 90 ما شما دیگه یک کمی بحث، خب در دهه 80 شاید ایدئولوژی اهمیت زیاد می داشت، ولی در دهه 90 استاد داشت ایدئولوژی کنار گذاشته میشد. طیفای چپ و راست هر کسی که بودن مشاورین دولت در راست تلاش میکردن تا در می راستای عدالت اجتماعی و اصلاح نظام کار بکنن که بالاخره قانون اساسی را هم نتونستن اعلان بکنن به دلایل جنگایی که وجود داشت. بیشتر گاهی جنگ داخلی گفته میشه، از دید من اون جنگ‌هایی بود که از طرف همسایه‌های ما، از طرف قدرت‌های بیرونی بالای مردم افغانستان تحمیل شده بود. به هر حال ولی آرزو و خواست از این که نظام تغییر بخوره از حکومت مرکزی قوی به غیر متمرکز ما در جامعه وجود داره و در متن مطالبات وجود داره. ما به این خاطر تلاش یک گروهی از دوستا تلاش کردن تا یک کنفرانس را در یکی از دانشگاه‌های درجه که جهان بتونن شروع بکنن که خواستش و امی باشه تا فکر صورت بگیره. ولی به خاطر از اینکه این کار صورت بگیره باید از یک تعداد زیادی از دانشمندایی که در مورد افغانستان سالها کار کردن، استادای دانشگاه بودن، از نسل سابقه و از نسل نو دعوت بکنیم تا راهنمایی‌های راهبردی برای کنفرانس انجام بدن تا کار خود یا هدف خود دنبال بکنن. و به می خاطر بود که ما یک بورد اکادمیک 15 نفره را دعوت کردیم که اعضای بورد اکادمیک در وبسایت هم موزاییک و هم در وبسایت خود کنفرانس قابل رؤیت است برای کسایی که علاقه‌مند باشن ببینن. و یکی از کسایی که در بورد مشورتی و در بورد اکادمیک هستن جناب دکتر صاحب احوار خودشان هستن. این شد هدف اولی. هدف دومی ما بعد اولین کنفرانس ما مصادف شد با سقوط جمهوریت در 2021. ما برنامه ریزی کرده بودیم که کنفرانس در 2021 در ماه سپتامبر به خاطر که نام احمد شاه مسعود بالایش گذاشته شده و معنای سمبولیکی که می‌خواست اما عدالت اجتماعی را با اصلاح نظام سیاسی بیاره، نام عامر صاحب بالای کنفرانس گذاشتیم و در سپتامبر قرار بود کنفرانس دایر بکنیم، ولی یک ماه پیشتر از کنفرانس، چیزی کمتر از یک ماه، حکومت قبلی افغانستان سقوط کرد. بعد در سالهای دوم و سوم کنفرانس ما متوجه شدیم که بحران‌های بسیار جدی را ما اصلا در افغانستان بحران‌ها همیشه داشتیم، ولی بحران‌ها چند برابر حاد شدن. از بحران مشروعیت سیاسی گرفته تا بحران حقوق بشر، تا بحران اقتصادی، تا گرسنگی فراگیر، مسائل جندر اپارتاید، نمیدونم هر چیزی که در ذهن شما میاد، مسئله مهاجرت. خب ما گفتیم خانه خود این مورد نمیشه که
اما هدف کلان تعقیب کرد و در این مورد فکر نکرد. از او خاطر یکی از اهداف دیگه کنفرانسی است که بالای این بحران ها فکر عمیق صورت بگیره و تلاش صورت بگیره تا سیاست های پیشنهاد شود برای هم جامعه جهانی من جمله ملل متحد و کشورهای ذی دخل و هم برای سیاستمدارای داخل افغانستان به خاطر بیرون رفت از این وضعیت. خوی هدف دوم کنفرانس. کنفرانس تا حال سه بار دایر شده، در سال 2021، در سال 2022 و اتفاقا 2021 وقتی ما کنفرانس دایر کردیم و به دلیل سقوط دانشگاه کمبریج رهبریشون تصمیم گرفتن که یک سال کنفرانس اونا همکاری بکنن و از نگاه مالی تمویل بکنن. کنفرانس 2022 ما از طرف دانشگاه خود کمبریج تمویل شد و دایر کردن. دانشگاه در سال 2023 به دلایل همی که ما روی نهایی سازی بورد اکادمیک ما کار میکردیم و بعضی از روی استراتژی های خود کار میکردیم تا بحث دومی را که بحث بحران ها باشه هم وارد اهداف خود بسازیم، بیشتر روی پالیسی ها و استراتژی ها کار کردیم و 2023 کنفرانس دایر نشد. در 2024 کنفرانس دایر شد که در سپتامبر 2024 در 6 و 7 در هیوز هال کالج کمبریج بود. امسال دوره چهارم کنفرانس ما در جیزس کالج تاریخ 19 و 20 سپتامبر در نظر گرفته شده و قرار است که در 19 و 20 سپتامبر دایر شود. به خاطر تغییر راهبرد ما، به خاطر توجه به مسائل بحران‌های کنونی افغانستان، در کنفرانس قبلی ما از تلاش کردیم که از گروه‌های سیاسی که بر علیه طالبان ایجاد شدن از 6 جریان عمده از اینا دعوت بکنیم تا نماینده‌هایشان بیایند در کنفرانس و نقشه‌های راه خود را به خاطر بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان رها بکنن. نقشه‌های راه اونا نماینده‌هایشان آمدن و 6 جریان بزرگ مانند روند ویانا، مثل مانند شورای مقاومت برای نجات افغانستان، جناب خالد پشتون صاحب نمایندشان بود، از روند ویانا سفیر صاحب ولگنگ، از مجموعه فدرال خواهان افغانستان نمایندشان تشریف داشتن، از جبهه آزادی افغانستان. جبهه مقاومت حرفشانی بود که چون ما بخشی از روند ویانا هستیم، اما نقشه راهی را که روند ویانا داره نقشه راه ما هست. دو حزب دیگه به نام نهضت ملی افغانستان و حزب شهروندان افغانستان، 6 جریان اینا نقشه راه خود ارائه کردن. بعدن یک بررسی از طرف همکاران موزاییک انجام شد که نتیجه بررسی ها نشان داد که حدود 90% بین این طرح‌ها همپوشانی وجود داره، نقاط مشترک بسیار زیاد است و توجیه کننده از این است که گروه کاری جور شود تا این نقشه های راه را و نقشه های راه دیگه را جمع آوری بکنه و به طرف یک نقشه راه مختلط جامع حرکت بکنه. بعدن گروه کاری ایجاد شد و تعداد امی گروه هایی که نقشه راه خود راه کرده بودند و نماینده از اونم حضور داشتند. بعضی از نماینده زنان، جامعه مدنی و دانشگاهی ها حضور داشتند و ریاست مجلس نهاد به نام مجموعه همزیستی و رهایی یا مهر داشتند، چون یکی از اهداف کلان از اونها هماهنگی بین گروه های که علیه طالبان هستند هست و ریاست مهر آقای پروفسور سید اشراق حسینی دارن و ما از گروه مهر خواهش کردیم تا همین کارگروه را رهبری بکنن. در ظرف چند ماه گذشته این کارگروه تانست که حدود 20 طرح و نقشه راه را از گروه های مختلف افغانستانی جمع آوری بکنه. بالاخره اینا روی ای که به اساس کدام اصول و به اساس کدام لایحه وظایف اینا روی از کار بکنن و نقشه ترتیب شود، نقشه راه جامع مختلط. اسناد خود تکمیل کردن و بالاخره تانستن در این هفته گذشته نقشه راه مختلط تولید بکنن و حالا هم همین کارگروه دارن رایزنی میکنن تا پیش از کنفرانس آینده که نزدیک به 1 ماه یا بیشتر از 1 ماه وقت داریم این نقشه را نهایی شود و در کنفرانس پیشروی که
در کمبریج ارائه شود. من فکر میکنم به می مختصر به می فعلا بگذاریم. اگر سوالاتی باشه باز من خدمتتون پاسخ بدم جناب دکتر صاحب. احوال اگر نظرتون باشه در مورد چیزی باشه چیزی که من گفتم یا چیزی دیگه که من نگفته باشم بعد خدمت هستم. تشکر جناب نشاط. ما قسمت از صحبت شما را یادداشت گرفتم. امی تأکیدی بیش از حده که در صحبت شما از روی چی میشه، روی اصلاح و تولید اندیشه در بخش اصلاحات سیاسی است. در این رابطه میخواستم که از مهمان دوم برنامه ما بپرسیم از خانم دکتر سحرا کریمی، چون ایشان هم خیلی فعال هستند در توییتر و در دانشگاه و ایره خوب درک هم میکنن که اندیشه‌های نو و تازه و خصوصا در بخش اصلاح طلبی نیاز به تحقیق دارن، نیاز به تداوم داره و در این بخش چگونه با در نظر داشت پروفایل و فعالیت هایی که خانم کریمی در سالهای گذشته بخصوص بعد سقوط داشتن، ما ازشون میخوایم بپرسم که کنفرانس مسعود را در کجا جایگاهش مثلا ارزیابی میکنن، چی نقش را این کنفرانس میتونه در آینده بازی بکنه که توقعات گروه های مختلف را در مسیر اصلاح طلبی برآورده بتونن بسازن. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای جاوید، آقای نشاط و دوستان عزیزی که در این بحث شرکت کردن و تشکر از این که مرا دعوت کردین. با توجه به این که من در دوره های قبلی کنفرانس حضور نداشتم، اما اطلاعاتی که جناب آقای نشاط دادن و همچنین مطالعاتی که کردم و اطلاعاتی خودم به دست آوردم، میتونم بگم که ما در البته اگر بین پرانتز یک توضیح بدم که ما در 4 سال گذشته و با روی کار آمدن دوباره طالبان در واقع در 4 سال گذشته با یک کمبود کلانی مواجه هستیم در حوزه سیاسی و او ای بود که ما یک آدرس مشخصی علیه طالبان نداریم. آدرس مشخص سیاسی، آدرس مشخصی که بتونیم از به عنوان یک اپوزیسیون یعنی قوی، به عنوان یک اپوزیسیونی که بتونیم از لحاظ سیاسی بتونیم خواستگاه های مردم راجع به صحبت بکنیم، نیازهای مردم و یا نقشه راهی را بخوایم ارائه بدیم نداشتیم و بارها گفته شده از آدرس های مختلف در نشست های مختلف در گفتگاه های مختلف که این به دلیل ای هست که در واقع امی گروه های مخالف، حالا چه سیاسی چه نظامی و چه مدنی که مخالف طالبان هستن و اشغال طالبان و همچنین مخالف به اسارت گیری زنان و حقوق زنان و سرزمین به نام افغانستان هستن، عملا در بین خودشون مخالف یکدیگر هستن و به همین خاطر ما به یک همدیگر پذیری درونی که بین مخالفین طالبان باید ایجاد شود تا یک نیروی قوی باشیم به اون نرسیدیم. خب این بحثش بسیار گسترده است و از جوانب مختلف میتونیم بررسی بکنیم. بنابراین اگر این را در نظر بگیریم، این پرانتز را حالا بسته بکنم، کنفرانس کمبریج مسعود یا کمبریج مسعود کنفرانسی که شما عنوانش اینجا نوشتین میتونه اینمی خالیگاهی که وجود داره و در این 4 سال گذشته خالیگاه به یک نوعی متاسفانه چه عمدی و چه غیر عمدی پر نشده را تا یک جای پر بکنه و این فضایی که عملا باید مبارزه همگیر صورت بگیره، باید در واقع یک نقشه راه درستی ارائه داده بشه، در واقع باید یک دکترین جدیدی برای افغانستان و نظام سیاسی جدید افغانستان نوشته بشه و تدوین بشه. این
کنفرانس میتونه خیلی مهم باشه و میتونه یکی از آدرس های مهم به یکی از آدرس های مهم هم تبدیل بشه. چرا؟ شما اگر بخواین به شما خودتان جناب آقای جاوید و دیگر دوستانی که اینجا حضور دارن تجربه سیاسی زیادی دارین یا تجربه اکادمیک زیادی دارین و من به هر حال از لحاظ سنی نمیتونم به خودم اجازه رو بدم که من بگویم که اوکی من تجربه های زیادی دارم و میتونم یک سری مسائل مثلا آنگونه که باید تحلیل بکنم. من هرچی که تا به امروز صحبت میکنم یا از طریق اون مطالعاتی است یا فعالیت است یا از تجربه زیستیم هست. ولی چیزی که من متوجه شدم این است که متاسفانه ما به فقط ابعاد وقتی به مبارزه فکر میکنیم، وقتی که مثلا سعی میکنیم که علیه یک نیروی شر همه ما برخیزیم، ما فقط بعد سیاسیش در نظر میگیریم و در نهایت بعد نظامیش را در نظر میگیریم و بعد بعد مدنیش را، یعنی مبارزات مدنی و جامعه مدنی را در نظر میگیریم. همه اینها به مانند زنجیر به همدیگه وصل هستن و به همدیگه معنا میتن به خاطر اینکه معنای کلانتر ایجاد بشه. ولی من احساس میکنم خالیگاه بزرگی که در این بین وجود دارد، در بین خالیگاه کلانتری خالیگاه های کوچکی که از خالیگاه های بزرگی که وجود داره این هستش که ما به ندرت به اهالی اکادمیک، به اهالی که به هر حال اندیشه های انتقادی خلق میکنن، به اهالی که تحلیل میکنن، به اهالی که در واقع دانشگاهیان، به اهالی که در حوزه های مختلف فعالیت دارن، ما به اونها کمتر فرصت و مجال میتیم که در تدوین یا در همین نقشه راه و یا دکترین جدیدی که قرار است نوشته بشه برای افغانستان سهم میگیرن. ما بنا به برچسبایی که به ایشان میزنیم یا به دانشگاهیان میزنیم، به اهالی اکادمیک میزنیم که اینها گویی فقط در تئوری ها بند ماندن و یا تئوریزه میکنن هر چیزی را و گویا جامعه فضای، یعنی جامعه افغانستان و فضای سیاسی افغانستان گویا فقط فضای در واقع عملی است و یک نوع فضایی است که تمام اونمو میشه کشف های خودش یا تمام استخراج های خودش را از تجربه و تجربه های سیاسی میگیره و یا تجربه های نظامی میگیره. بنابراین یک قشر مهم میره ما عملا حذف کردیم که در داخل این قشر اگر من داخل گیومه بذارم فرهنگیان و هنرمندان هم میشه گفت که باید در نظر بگیریم. عملا ما این قشر خیلی نادیده میگیریم به خاطر اینکه فکر میکنیم که این قشر کتاب است و قشر است که در همون تحلیل های تئوری خودش قرار است، در حالی که اگر ما به تاریخ جهان نگاه بکنیم و اگر مطالعه گسترده در مورد تاریخ جهان داشته باشیم، دکترین های سیاسی و دکترین هایی که ساختارهای نظامی سیاسی در عین حال میشه گفت که همچین ساختارهای کلی حکومتداری یک سری از نظام ها و حکومت ها را تغییر میده و یا دکترین جدیدی را جایگزین میکنه، به یک جامعه متفکر و اندیشگر و تینک تنگ های نیاز داره که بتونه در واقع به شما فکر تزریق بکنه، به شما برای شما اندیشه های متعددی را خلق بکنه و به شما این امکان را بده که از طریق اینمی خلق اندیشه ها و تفکرها شما بتونین انتخاب درست را داشته باشین. ما متاسفانه پشتوانه علمی سیاسی در ساختار سیاسی و در نظام سیاسی و در فعالیت‌های سیاسی ما متاسفانه پشتوانه علمی ما بسیار کم است و هر آنچه که داریم و داده‌های ما بیشتر بر اساس پشتوانه‌های تجربی گویا همیشه بنا میشه. البته این
چشم دادم است، یعنی چشم دیدم است و یه چیزی است که من متوجه شدم و من فکر میکنم چنین کنفرانس های مخصوصا وقتی در فضای آکادمیک و به طور دوامدار ادامه پیدا میکنه، این باعث میشه که یک قشر مهمی، یک گروه مهمی وارد بشه و از دریچه های مختلف، از زاویه های مختلف، از پرسپکتیو های مختلف هر گونه نقشه راه، هر گونه مشیره که جدید به یک نوع پیشکش میشه یا پیشنهاد میشه را مورد بررسی قرار بگیره و سوال هایی را طرح کنه و که سیاسیون و اهالی که در عرصه سیاست هستن و یا اهالی که میخوان سهم در عرصه سیاست بگیرن باید به اون سوال ها پاسخ بدن. به نظر من آنچه که ما همیشه باز هم میگم این چشم دیدم است و نمیتونم تعمیم بدم به خاطر اینکه دریافت با توجه به تجربه زیستی و تجربه شخصی ما است که ما عملا متاسفانه در همه نشست ها و یا در همه گفتگوها و یا در همه بحث هایی که در مورد افغانستان صورت میگیره در یک کتله کوچک و یا در کتله کلانتر عملا ما هیچ وقت سوال های درست نمی کنیم. اینمی عدم سوال کردن درست باعث شده که ما عملا همیشه در حاشیه ها و سفسطه گرایی ها و فلسفه بازی های انتزاعی درگیر باشیم و حتی امور تجربی که به هر حال در طی سالها بعضی ها کسب کردن اون امور هم درگیر اون حاشیه ها بکنیم و ازش استفاده بهینه نکنیم. اهالی آکادمی، کسانی که به هر حال از لحاظ اندیشه میتونن شک بکنن، میتونن سوال ایجاد بکنن، میتونن خلق سوال بکنن، میتونن طرف مقابلی که هر گونه نقشه و هر گونه مشیرم پیشنهاد میکنه او را به چالش بکشه و او را وادار بکنه که پاسخگو باشه و در مقابل او پاسخش مسئولیت پذیر باشه. این من میتونم به صراحت بگویم که اهالی آکادمیک هستن، اهالی هستن که به هر حال با مطالعات گسترده‌ای که دارن، با دانش گسترده‌ای که دارن و با امکان قیاس هایی که میتونن انجام بدن با توجه به اونمو دانش گسترده‌ای که گفتم دارن میتونن سیاستمدان تجربه گرای ما را از عالم انتزاعی به روی زمین بیارن و اونها را بگوین که روی زمین را برن و اونهایی که زیاد روی زمین را میرن اونها را امکان بدن که در عالم انتزاع هم به یک نوع گاهی قدم بردارن، یعنی امکان دو سویه را برایشان ایجاد میکنن. بنابراین من فکر میکنم که در این کنفرانسی که پیش روی دارین خواهش میکنم از کلیشه های همیشه‌ای که همه جا به یک نوعی به یک مود کلیشه دیگه بدل شده در بین ما اهالی افغانستان و مخصوصا اهالی سیاست و اهالی که جامعه مدنی هستن مد شده است که ما یک سری فیگورها را همیشه باید داشته باشیم و یک سری فیگورها از لحاظ جنسیتی را باید داشته باشیم و عملاً افرادی را که متفاوت هستن، افرادی را که سوالهای متفاوت میکنن، افرادی را که طرح مسئله متفاوت میکنن را حذف میکنیم به خاطر اینکه میترسیم از این که مورد خطاب قرار بگیریم. ما فکر میکنم که جای چنین کنفرانس هایی هست که شما افرادی را بیارین که جرأت پرسشگری دارن، افرادی را بیارین که جرأت ای را دارن که عملا شما را خطاب قرار بده و شما را به عنوان یک آدم مسئول ازتون سوال کنه که مثلا اگر در نقشه راهی که شما پیشنهاد دادید فلان و فلان و پاراگراف هست چرا هست و اگر کلیگرایی چگونه باید او را از کلیگرایی نجات داد و اگر بسیار جزئی نگری چگونه او را بتونیم به طور عقلانی مثلا و به طور منطقی بتونیم او را چارچوب بندی کنیم. یک مثال کاملا جزئی بود و این میتونه خیلی کمک بکنه به این که ما بتونیم اندیشه قوی را، اندیشه‌ای که ارزشمند است، اندیشه‌ای که در عین حال آدرس مشخصی داره، چون افراد آکادمیک در واقع افرادی نیستن که هوایی به یک جایی رسیده باشن، افرادی هستن که به هر حال
حال با یک مسیر را، یک پروسه را طی کردن و میتونن این اندیشه که خلق بکنن پشتوانه هایی داره که هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ مثلا چارچوب بندی و هم از لحاظ اینکه بتونن کارایی داشته باشه در واقع دارای اعتبار هستن. این یکی از پیشنهادهای من با اون چیزی که در همین چند مدت 4 سالی که حداقل مشاهده کردم ایست که ما درگیر یک سری رونمایی ها هستیم. یعنی این که درگیر هستیم که فلانی و فلانی و فلانی و فلانی باید باشه، فلان گروه باید باشه، فلان نفر باید باشه، فلان شخصیت باید باشه، اما درگیر امور زیربنایی و اصلی و اساسی و عمیقی که خلق اندیشه هست خیلی نیستیم. به همین خاطر وقتی که بسیاری از امور، یعنی پیشنهاداتی که در امورهای مختلف میشه بسیار کلی است و بسیار عملا دهان پرکن است، چشم سرکن است، اما عملا او اگر بخوایم در حوزه اجرایی و اگر بخوایم در حوزه ای که او را به تطبیق بکنیم بخوایم عملی بکنیم به بنبست میرسیم. چرا که امور کلی، امور دل و چشم سرکنی عملا اموری نیستن که یک مملکت را بگردانن، عملا اموری نیستن که بتونن نیازهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یک جامعه را به قول معروف گفتنی ارضا بکنن، بلکه ما باید به اموری بپردازیم که عملا بتونیم او را واکاوی بکنیم، عملا بتونیم او را مشکافی بکنیم، عملا بتونیم برایش بدیل‌های مشخصی را به وجود بیاریم که اگر در مثلا قدم اول جواب نداد. اینها چیزهایی است که شما نیاز به اندیشه داریم. باز هم تاکید میکنم نیاز به افرادی داریم که از یک قوه و توانایی فکری قوی برخوردار باشند و شما نیاز به روشنفکران دارید، روشنفکرانی که بتونن از هر حب و بغض عبور بکنن، از هر وابستگی عبور بکنن و در عین حال درگیری نباشن که آیا فردا سهمی در قدرت دارن یا ندارن و اونجا فقط باشن برای افغانستان و برای اینکه واقعا یک نقشه راه برای افغانستان پیدا بشه و بشه در واقع یک راه نجات پیدا کرد. و اینمی نقشه راه و اینمی انسجام و اینمی یکی بودن در نقشه راه میتونه آدرس مشخص و آدرس اعتباری و آدرس قوی ما علیه دشمن مشترک همه ما طالبان باشه. ورنه اگر که ما بخوایم باز هم مدل های قدیمی را ادامه بدیم، ما باز هم همون جزیره های تکینی هستیم که هر کدام ما یک آوا داریم و این آواها هرگز در کنار همدیگه به یک چیدمان منظمی که بتونه یک نقشه راه منظم را به وجود بیاره نخواهد پیوست. این در واقع یعنی یک چشمدید کلی است که من از دمی 4 سال گذشته داشتم و فکر پیشنهادی که داشتم. اگر سوال دیگه در خدمتتون. سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. اتفاقا من بعضی نکات یادداشت گرفتم و با تایید صحبت‌های شما واقعا این تجربه شخصی من به عنوان یک پژوهشگر که در این کنفرانس های علمی و سیاسی، گاهی مطلق سیاسی گاهی مطلق علمی اشتراک کردیم، آنچه که دیدیم و تجربه شما را مورد تایید قرار میدم که بعضی جاها هست مثلا میبینیم که اکادمی ها، آدمایی که پژوهش میکنن کلا با دنیای سیاسی قطع رابطه کردن و نمیخوان از آدمای سیاسی بشنون و فکر میکنن آدمای سیاسی توان دیالوگ یا صحبت کردن با اینا رو ندارن و یا به زبان اینا نمیفهمن. و در این حال ما گروه هایی داریم که مطلق سیاسی میاندیشن و توان شنیدن انتقادات علمی رو ندارن. و چیزی که به عنوان یک عضو بورد من میتونم تضمین بکنم این است که بورد همیشه تاکید روی داشته که کنفرانس تا حد ممکن علمی بمانه، افکار مختلف بیا اینجا بیان شوه، حتی افکار متضاد. وقتی ما از صحبت‌های علمی صحبت میکنیم دیگه اینجا تضاد هم به اون حدی نیست که
بیایم رویش در رسانه‌ها بحث بکنیم. این یعنی تفاوت بین دو آرگومنت یا دو دلیلی که میشه رویش صحبت شد و در خط روز یک طرف اقناعت میکنن. اینطوری نیست که مثل دو جبهه سیاسی بیان با هم دیگر دیالوگ بکنن و بحث بکنن و بالاخره اقناعت هم نکنن. یعنی یکی از اهداف خیلی خوبی که کنفرانس دنبال کرده و ما هم تاکید میکنیم که این هدف بمانه و تایید صحبت شما این است که بخش علمیش قوی تر بمانه و هم به همین دلیل است که در پنل هایی که در کنفرانس ما برگزار میکنیم فقط یک پنل سیاسی می باشه و پنل های دیگرش بیشتر علمی و آدم هایی که در دانشگاه کار میکنن و پژوهش میکنن اونا میان مثلا صحبت میکنن. به تایید حرف شما یک مسئله را یعنی میخوایم بیان کنم که ممکن است به مزاج بسیاری خوش نخورن، اما نمیفهمم. ما باید فکر میکنم که به یک سکونی از یا به یک چطور بگویم به یک سکونی از حبها و بغضهای ما برسیم و سکون نه، به یک مکسی از حبها و بغضهای ما برسیم که بتونیم حداقل چور دیگر فکر بکنیم. من احساس میکنم که با توجه به این مشاهده‌گری که داشتیم در حداقل 4 سال گذشته، ای که سیاستمداران ما و مخصوصا آنهایی که میخواین که سهم داشته باشن در هر گونه سرنوشت افغانستان پر از حبها و بغضهای آتشین هستند و اینمی حبها و بغضهای آتشین باعث شده که عملا توانایی شنیدن، توانایی که صبور باشن را ازشان بگیره و اینمی باعث شده که همیشه فقط منیت هایی که حالا به خاطر یک سری قهرمانی های در گذشته یا به خاطر یک سری دستاوردهای در گذشته فربه شده و حالا از فربگی افتاده اونها دوباره به طور به یک نوعی فربه بکنن و ایرا عملا اون منیت ها را در بازار مکاره سیاسی افغانستان دوباره به حراج بگذارن. من احساس میکنم که جامعه آکادمیک، حضور جامعه آکادمیک و اهالی اندیشه در واقع میتونه باعث ایجاد اینمی مکس در بین حب و بغض‌های اهالی سیاست ما شود. اهالی سیاستی که ما اونها را نمیتونیم جلویشان را بگیریم که شما سیاست ورزی نکنین. ما نمیتونیم اونها را توقف بدیم که شما حق نداریم مثلا در فردای افغانستان جای داشته باشی. هرچند که ما اونها را مثلا نقد بکنیم، هرچند که ما اونها را مثلا نادیده بگیریم یا بخوایم کتمانشان کنیم، اما به هر حال به خاطر اونمو منیت هایی که درشان وجود داره، به خاطر اونمو طمعی که به هر حال به قدرت دارن، چون او قدرت رو قبلا چشیدن و اون مزهش هیچ وقت یادشان نمیره، اینها خواهی نخواهی حضور خواهند داشت و خواهی نخواهی با از تمام کارت های موجودی که دارن استفاده میکنن تا رخ نکنن در هر چیزی. بنابراین اهالی اکادمیک، اهالی اندیشه، اهالی که پرسشگری میکنه، اهالی که شک میکنه، در واقع اونمو مکس است، مکسی که اینها را وادار میکنه که کمی غور بکنن و کمی از دید دیگه و به قول سهراب میگه که چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید، در واقع چشم‌هایشون رو بشوین و جور دیگر ببینن. به همین خاطر من تأکیدم باز هم به شما و به گروه رهبریتان و به همچنین به همکاران محترمتان این هست که لطفاً اینمی بخش را نادیده نگیرین و مهمتر از همه در همه جا، در همه نشست ها، در همه گفتگوهایی که در مورد افغانستان صورت میگیره و یا سعی میکنن مسائل افغانستان یک راه چاره‌ای برش پیدا بکنن، همچنین گروه هنرمندان و اهالی فرهنگ و اهالی که تغییر مهمی را میتونن ایجاد
ایجاد بکنن، او گروه هم خالی است. چرا که جامعه افغانستانی یک تفکر کلیشه‌ای داره که هنرمند را چی به سیاست، یک تفکر کلیشه‌ای داره که هنرمند را چی به مثلا شرکت در امور مهم سیاسی، در حالی که ما و شما میفهمیم در دنیاهایی که زندگی میکنیم هنر در واقع پروبال مهمی برای پرواز هر گونه سیاستی است، به خاطر اینکه بازآفرینی میکنه روایت های سیاسی را، مورد به مثل آینه باش رفتار میکنه، او را به یک نوع پیامبرگونه رفتار میکنه که بتونه امور سیاسی را و آنچه که اتفاق میفته در بستر تاریخی ما، اجتماعی ما از دید سیاسی را، او را بتونه در قالب روایت ها و در قالب داستان ها و در قالب آثار هنری انتقال بده به مردم عادی، تا مردم عادی بفهمن که چقدر سهم دارن برای اینکه بتونن تغییری در سرنوشت خودشان ایجاد بکنن. اگر لطف کنین این را هم فراموش نکنین در حوزه، خیلی ممنون میشم. سلامت باشین خانم کریمی. و حتما این موضوع رو در نظر خود گرفتیم و آقای نشاط هم اینجا شنونده هستن، چون صحبت های آقای نشاط قطع شد. آقای نشاط، با تایید با بحث از شنیدن اعتقادها و صحبت های خانم کریمی میشه که اون بخش هنری هم در برنامه آینده موزاییک و کنفرانس مسعود در نظر بگیریم. واقعا این موضوع خیلی مهم است، چون در روایت سازی و در پیوند هنر و سیاست و هنر و ملت سازی یک چیز یعنی تقریبا یک اجماع علمی وجود داره در رابطه با این موضوع و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته در مورد نقش فیلم، سینما و تئاتر در نشر و پخش اندیشه‌های ملی و طرز نگاه ملی که نیاز بود در این چند سال در افغانستان یا در گذشته ها در افغانستان بیشتر استفاده میشد، بخصوص کشورهایی که استفاده کردن از این پیوند مثل آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه. اونا ما میبینیم که چقدر مثلا هنر ملی شده و هنر بازتاب دهنده ارزش‌های ملی شده. چقدر خوب است که در فعالیت‌های کنفرانس هم یک بخشی از دوستانی که اینجا جمع میشن و صحبت میکنن از گروه هنرمندای افغانستان باشه. آقای نشاط، برمیگردیم به شما. اتفاقا موزاییک یک نقش بسیار مهم را در برگزاری این کنفرانس بازی میکنه و به عنوان رهبر موزاییک، مسئول موزاییک، ما شما میخوایم که کمی در مورد موزاییک توضیح بدین که موزاییک چه فعالیتایی داشته و این از نامش معلوم است که شما چه فکری در پشت این بنیاد داشتین. دقیقاً این نام زیبا که افغانستان اگر ما با موزاییک مقایسه بکنیم، اینجا هر رنگی، از هر بو، از هر فکر، از هر اندیشه، از هر مکتب است و چقدر مهم است این اندیشه موزاییک و موزاییک چه فعالیت‌های دیگری غیر از این کنفرانس داره و این فعالیت‌های دیگر چقدر پیوند داره با موضوع آینده افغانستان و با موضوع سیاست افغانستان. بسیار تشکر. خیلی من پیش از اینکه بریم روی دیگه فعالیت‌های موزاییک صحبت بکنم، چون یکی از فعالیت‌های موزاییک همین کنفرانس سالانه 18 دانشگاه کمبریج است، فعالیت‌های دیگه هم داریم. پیش از اینکه ما با او بیایم، دو موضوع که اصلا سه مسئله را که خانم کریمی یاد کردن میشه من اشاره بکنم به ارزش و نظر خود بگویم. حرفشان بود که در کنفرانس های مختلفی که در مورد افغانستان دایر میشه یک چهره های خاص حضور پیدا میکنن و توجه به این که فکر و اندیشه و تولید اندیشه اهمیت باید داشته باشه تا اینکه چهره ها را ما مطمئن شویم که اونا حضور داشته باشن. اتفاقا دکتر صاحب احوار به عنوان یکی از اعضای گروه علمی و بورد اکادمیک ما که مشوره های راهبردی ما میتن، گفتن که هدف ما ایجاد سرخط و اینا نیست، کار دراز مدت است و نیاز به این نیست که ما تلاش بکنیم مانند دیگرها چهره هایی را که نیاز به دعوت شود که در تمام کنفرانس ها می باشن. یه خیلی کوتاه خدمتتون خواستم عرض بکنم. نیاز است ما چهره هایی که واقعا فکر نو دارن، عرف نو دارن و روایت نو برای کشور دارن، کوشش میکنیم تا اندازه را برشان فرصت بدیم از تا توان ما باشه. هدف ما و دیدگاه ما همین است. بحث دوم مسئله توجه به فقر اندیشه سیاسی در افغانستان
و این بسیار موضوع مهم است. به می خاطر ما خواستیم که هم بورد علمی که ما در کنفرانس داریم و هم موضوعی که مشوره میتن استادای هستن کارکشته، پژوهشگرای خیلی موفق، حدود 15 نفر هستن. میشه من نامایشان بعدتر براتون بخوانم. و ما تنوع را هم امور رقمی که نام موضوعی که است کوشش کردیم که تنوع زبانی، قومی، مذهبی را که افغانستان داره امور هم در نظر بگیریم. و در ضمن همچنان تنوع جنسیتی، دقیقاً تنوع جنسیتی که خواستم بگم. در کنار از او تنوع دیگر که خواستیم در نظر بگیریم است که میایم به نقطه سوم دکتر صاحب کریمی میرسم. تنوع دیسیپلین های اکادمیک. اگر شما چند تا تاریخ نگار دارین، آنتروپولوژیست دارین، کسایی که در اقتصاد سیاسی کار کردن، در بخشای مثلا سیاست و یا علوم سیاسی دکترا دارن و تحقیق میکنن، کسای دیگه در بخش، ولی در بخش هنر و فیلم واقعا یک خلای هست که باید روی ازی بیشتر صحبت کرد. میشه با انشالله که امسال خانم کریمی تشریف آوردن، میشه در این مورد بیشتر صحبت بکنیم در حاشیه کنفرانس. ما یکی از اعضای بورد ما بانوی هست به نام خانم مژگان معصومی که ایشان تاریخ رادیو تلویزیون افغانستان دکتراشان نوشتن و در این مورد تحقیق میکنن، تاریخ فرهنگ در واقع. توجهی داریم که به نوع اعضای گروه علمی که هم به کنفرانس ما مشوره میتن و هم به خود موضوعی از مسائل میان رشته‌ای برخوردار باشه. خب از اینکه بگذاریم میایم سر مسئله سر کارهای موزاییک به عنوان نهاد در بریتانیا از سال 2022 به این طرف ثبت شده و در 9 بخش مختلف ما کار میکنیم. یکی چون در بریتانیا هستیم و خودم به عنوان یک مهاجری که در کشور زندگی میکنم، هدف من است که بتونم به مهاجرین و پناهنده هایی که در بریتانیا میان و پناهندگی میتن بتونیم کمک بکنیم تا در این کشور هر چیز زودتر اما راه این به حساب بتونن رایچای خود بیابن. به حساب این یک پروژه ما هست و که مربوط مهاجرین که در بریتانیا هستن میشه. بحث دیگه ما است که بعد از سقوط حکومت قبلی اصلا کسایی که حاکم هستن تلاش دارن تا یک آواز خود است، آواز تنها اما ایدئولوژی طالبان حاکم باشه در افغانستان و خصوصا جامعه مدنی افغانستان زیر فشار شدیدی بوده. ما به خاطر حمایت از جامعه مدنی افغانستان تلاش کردیم که یک پلتفرم که همه شمول باشه، متنوع باشه و دموکراتیک باشه را ایجاد بکنیم و در این راستا کارهای بسیار زیادی انجام شده، با نهادهای مختلفی کار شده و یک پلتفرم ایجاد شده به نام نیو افغانستان دموکراتیک فورم که میشه معلومات بیشترش از روی وبسایت موزاییک ببینید. در بخش ای که در افغانستان دخترها بانوها پس از دخترها از صنف 7 و بعد درس خواندن نمیتونن و دانشگاه بانوها رفتن نمیتونن، تلاش‌های انجام شده. با یونیسف قبلا کار کردیم و کار ما هم مکاتب زیرزمینی بوده و هم تدریس آنلاین بوده و پارتنرهای زیادی داشتیم در این بخشا. کار دیگه که ما انجام میتیم است که بانوایی که در چند سال گذشته کمپین انجام دادن و تلاش کردن تا کارزار جندر اپارتاید پیش ببرن، ما تلاش کردیم تعداد زیاد از اونها را توانمند بسازیم، ظرفیت سازی بکنیم، استراتژی برشان جور بکنیم و آشنا بسازیمشان با زبانی که در کشورهای غربی بیشتر در اروپا و آمریکا استفاده میشه، به زبان حقوقی، وصلشان بکنیم به نهادهای مثل پارلمان، به تینک تانک های دیگه که در این راستا کار میکنن. این بحث تلاش ما بر جندر اپارتاید بوده و ناگفتن ما در هر بخشی که ما کار میکنیم در کنار از این که کار عملی انجام میتیم، رهبری فکری هم انجام میتیم. یعنی در این به این معنا که در مورد کوشش میکنیم که بنویسیم، بنگاریم، در رسانه‌های مختلف مقالات ما نشر شود تا اما مسیر فکری هم ایجاد بکنیم. در ضمن تلاش دیگه ما است که اگه بتونیم برای چون بانوان افغانستان قبلا هم در جامعه مدنی هم در حکومت هم در سکتور خصوصی کار میکردن، امکانات کاری و فرصت‌ها متاسفانه در افغانستان برای بانوان خیلی کم است. اگر از نگاه اقتصادی توانمند شن و
کارهایی را بتونن در افغانستان بزنس های کوچک را انجام بدن در این بخش. و در بخش دیالوگ جوانان یا گفتگوهای جوانان و همچنان گفتگوهای میان فرهنگی ما فعال هستیم. این بود خلاصه فعالیت‌های ما در کنار کنفرانس سالیانه‌ای که در دانشگاه کمبریج داریم. تشکر آقای نشاط از توضیحات شما. برمیگردیم به خانم کریمی. اگر کمی بتونین در رابطه با می فعالیت‌هایی که در چند سال اخیر داشتین و ای که از تجربه‌ای که دریافت کردین در رابطه با سرنوشت زنان به عنوان یک بحث یا مسئله عمده در کشور و که در این بخش چقدر ما به عنوان گروه‌هایی که در بخش دانشگاه‌ها فعال هستیم و کنفرانس را برگزار میکنیم و تولید اندیشه میکنیم، در این بخش چقدر ما میتونیم که گروه‌هایی که از زنها تولید فکر میکنن و تولید اندیشه میکنن اونا رو گرد هم جمع بکنیم به عنوان یک پنل مخصوص بر موضوعات حقوق زن مثلا اختصاص بدیم که همه ساله به صورت مستمر روی سرنوشت زنها و حقوق زنها و حق تحصیل و حق کار و حق سیاست و اشتراک در سیاست و این چیزا بحث بکنن و یعنی تولیدات علمی اونا را پیشکش بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. چقدر یعنی ظرفیت از وجود داره امروز در بین دیاسپورا و دخترها و پژوهشگرایی که در این بخش حقوق زن در بخصوص حقوق زن در افغانستان کار میکنن؟ ببینید مسئله زنان وقتی متاسفانه در این حال که یکی از مهمترین و اساسی ترین و در این حال کلیدی ترین مسائل در افغانستان هست، همچنین به یک نوع کلیشه تبدیل شده، به یک نوع کلیشه تزئینی و در این حال یک کلیشه حاشیه‌ای و در یک این حال کلیشه اجندا پرکنی اگر به طور عامیانه بخوایم بگویم، به خاطر اینکه باز هم یک موضوعی ده هم پرکن است، یک موضوعی است که توجه را جلب میکنه و یک موضوعی است که به هر حال در هر اجندایی که شما او را دخیل بکنین به یک نوعی حتی میشه گفت که دونرها را یا افرادی را که مثلا کنفرانس ها را یا نشست ها را حمایت میکنن اونها را مجاب بکنه که ما مثلا در مورد مسائل زنان هم میایم صحبت میکنیم و این خیلی خطرناک است به یک نوعی. اگر از این منظر به مسئله نگاه نکنیم و از منظر دیگه نگاه بکنیم، ما به مسئله زنان و به آنچه که زنان افغانستان با او مواجه هستند عمیقاً بدون از هر گونه روی کرده اجندا پرکنی نگاه بکنیم، مسئله اساسی هست که شما نمیتونین چشم بپوشانین و مهمتر از همه ای است که زنان افغانستان حداقل در 4 سال گذشته با باور من با توجه به ناامکاناتی که داشتن دارای امکاناتی شدن که عاملیت تفکرگری به دست بیارن. یعنی چی؟ ما وقتی در افغانستان بودیم، حتی در دوره جمهوریت و 20 سال گذشته، هرچه مسئولیت و یا هرچه فعالیت و یا هر آنچه کنشگری که زنان افغانستان به طور عموم دارم میگم، نه به طور خاص، افراد خاصی بودن که از این کاتگوری یا از این مجموعه جدا هستن، انجام میشد زیر یک برنامه و اجندایی برگزار میشد، انجام میشد و ردبندی میشد. بنابراین همیشه زنها با اینکه لیاقت داشتن، با اینکه فکر میکردن که میتونن جایگاهی را پر بکنن و یا در یک جایگاه استاد شون و سعی بکنن ابراز وجود بکنن و ابراز اندیشه بکنن، عملا به خاطر اونمو کاتگوری هایی که در اونها ردبندی میشدن، خواه ناخواه، خودآگاه و ناخودآگاه، همیشه در واقع دست نشانده محسوب می شدن. دست نشانده یا پروژه‌ای، دست نشانده حکومتی، دست نشانده حالا یک اجندایی و دست نشانده حالا یک برنامه یا استراتژی یا هر گونه چیز. یعنی
و این باعث می شد که ما کمتر از توانمندی ها، کمتر از امکانات اندیشه‌ای و کمتر از اون معاملیت واقعی زنان استفاده بکنیم، استفاده بهینه‌ای که بتونه ما را در مسیری که در پیش روی داریم کمک بکنه که مسیر درست‌تر را طی بکنیم و مسیر را طی بکنیم که حداقل بازوی توانایی داشته باشیم. این در دوره جمهوریت. در این 4 سال گذشته وقتی که شما مواجه میشین با سقوط نظام جمهوریت و با روی کار آمدن دوباره طالبان و او روی کرده حذفی که طالبان اتخاذ میکنه و امو میشه گفت که استراتژی و روی کرد و امو ایدولوژی حذفی را که اتخاذ میکنه، حالا ما اگر زنان افغانستان را در داخل افغانستان محدودیت هایشان را و همه اون سیاهی که در اون اسیر هستند را در نظر بگیریم به عنوان یک واقعیتی که اتفاق میفته، اما یک واقعیت دیگر را هم در نظر باید بگیریم که اینمی وضعیت سیاه باعث شد که عده زیادی از دختران و زنان ما که فرصت بیرون آمدن از افغانستان را داشتن، فرصت ای را داشتن که اینمی تجربه ولو که تلخ مهاجرت را داشته باشن، امکان ای که بتونن به یک نوع شناخت از خودشان و توانایی های خودشان و به یک نوع استقلال عملیات خودشان برسن، به او دست پیدا کردن و او هم با باز هم میشه که پیشکش کردن فلوشیپ ها، اسکالرشیپ ها، امکانات مثلا تحصیلی مخصوصا در مقاطع بالاتر از فوق لیسانس، در مقاطع دکترا، مثلا در تحقیق ها و در همه اینها زنها در 4 سال گذشته عملاً وارد عرصه تولید متن شدن. وقتی که زنان وارد عرصه تولید متن شدن، در نتیجه اینها وارد عرصه همچنین شریک کردن تجربه زیستیشان در قالب اندیشه شدن و این خودش در قالب حالا ریسرچ ها بوده، مقاله ها بوده، حالا کنفرانس هایی که شرکت کردن و هر امکاناتی که در اختیارشان قرار گرفته. و در این حوزه من میتونم بگویم که در کنار فعالیت های مدنی که داشتن، در کنار فعالیت های حالا سیاسی که در حوزه های مختلف داشتن، در این حوزه بسیار فعال بودن ولی کمتر دیده شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک کلیشه دیگه‌ای که ما در جامعه افغانستانی خود ما و در فرهنگ مردمی خود ما داریم این است که میگه که درخت هرچه بارش بیش سرخمتر، صداش نکشه، خود به طور عامیانه بگم که خود مثلا خود موفقیت خودش نشان میده و از این گپایی که قدیما پدرکلانا و مادرکلانا ما میگن. بنابراین بسیار از این دختران باسواد ما، بسیار از این دختران اهل قلم ما، بسیار از این دختران اهل اندیشه ما و بسیاری از این دختران ما که در 4 سال گذشته به طور دوامدار پژوهش‌های مهم را انجام دادن، استادی‌های مهم را انجام دادن، مقاله‌های مهم را انجام دادن، به یک نوع خموش هستند و یا ما اونها را نمیشناسیم و یا اونها را کمتر میشناسیم و یا فقط در امو فضای آکادمیکی که فعالیت میکنن در مو فضا هستن و در مو دایره ارتباطاتی که هستن و از او فراتر نمیرن. چرا؟ چون باز هم فیگورهایی هستن، حالا فیگورهای پوپولیست یا حالا فیگورهایی که میخواین سهمی در سیاست فردای افغانستان داشته باشن که آنقدر موج سواری میکنن، آنقدر در واقع از هر فرصت استفاده میکنن برای بروز خود و آنچه که مقصدشان هست که ما آدم‌های واقعی را کمتر می‌بینیم. آدم‌های واقعی که مثلا 4 سال یک تحقیق نوشته و تحقیقش در واقع نشر شده، آدم‌های واقعی که عملاً رفتن یک موضوع رویش دست گذاشتن و ساعت‌ها، صفحه‌ها، هزاران کلمه را پر کردن و عملاً کتاب نوشتن و عملاً
به خاطر اینکه شما خودتان جناب آقای جاوید اکادمیک هستین. هر مقاله‌ای که ماها می نویسیم، این مقاله نیست که شما صبح از خواب بلند شوین به مدد هوش مصنوعی یک چند کلمه 1500 تا 1200 کلمه را ردیف بکنین و بگین که اوکی برای من فلان مقاله رو بنویس. مقاله اکادمیک، مقاله درست، مقاله‌ای که آدرس داشته باشه، مقاله‌ای که رفرنس داشته باشه، مقاله‌ای که شما بتونین حداقل از لحاظ پشتوانه اکادمیکی و دانشی بتونین از او دفاع بکنین. زمانی که شما را کسی مورد سوال قرار بده، خطا کن، شما بتونین از او دفاع بکنین و بتونین رفرنس هایی داشته باشین که به او ارجاع بکنین. او کار یک روز دو روز نیست. شما 150 کلمه، 1500 کلمه تا 2000 کلمه مقاله درست را بنویسین، حداقل کم شما عملا نیاز دارین بس 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه مطالعه، نوشتن، کلنجار رفتن. سوزان سونتاگ که حتما شما آشنایی دارین، یکی از مقاله نویس ها و جاستار نویس ها و اسید نویس های مهم و یکی از متفکرین مهم آمریکا، وقتی یک مقاله رو میخواست بنویسه 6-7 ماه باهاش کلنجار میرفت. کسی که صدها کتاب خوانده. ولی خب اینمی افراد گم هستن جناب آقای جاوید در امی شور بازار، در امی بازاری که الان فعلا بسیار اتفاقا گرم است که همه به یک نوعی میخواین هم اکادمیسین شون، هم هنرمند شون، هم خبرنگار شون، هم سیاستمدار شون، هم فعال همه امور شون. اینی آدم های حقیقی گم هستن. گم یعنی این که ما نمیبینیمشان. ما باید اونها را ببینیم، ما باید اونها را دعوت بکنیم، ما باید به اونها امکانی را بدیم که راجع به تحقیق های خودشان، پژوهش های خودشان صحبت بکنن. ما باید به اونها امکانی را بدیم که از اون لاک انزوایی که اینمی هوچیگری های حاشیه‌ای به وجود آورده و اونها رو به انزوا برده، اونها رو بیاریم بیرون. و کنفرانس های چون کنفرانس های مثل کمبریج مسعود کنفرانس میتونه یک امکان باشه برای دیده شدن افرادی که ما باید با اثرهایشان آشنا بشیم و اثرهای اونها به خوانش گرفته بشه، تحقیقهای اونها حداقل چکیدهش با ما شریک شوه و شما بتونین و کسانی که میخواین هر گونه حالا نقشه راهی را بنویسن، از این چکیده ها، از این نوشته ها، از این تحقیق ها استفاده بکنن. چون این تحقیق ها سند هستن، سند علمی هستن و سندهای علمی عملا اعتبار کلانی هستن برای هر گونه سندی که میخواد فردا نقشه راه یک سرزمین باشه. در اینجا به نظر من شما باید یک بخش خاصی را برای زنان اکادمیک واقعی، یعنی کسانی که ما معذرت میخوایم، ما به خاطر اینکه کسانی که دیگری دارن یا کسانی که عملا 1-2 روز واقعا روی چوکی دانشگاه نشستن و حرف یک استاد گوش کردن و 1-3 روز نشستن و قلم در دست گرفتن نوشتن و 4 روز نوشتن و 1-2 نشستن و 2 صفحه کتاب را خواندن، اینها را بیارین و ازشان دعوت بکنین. یعنی میگم ازشان دعوت بکنین به عنوان ارزش ها، به عنوان سرمایه های که میتونه پوشانه خیلی مهمی باشه. در این 4 سال گذشته حداقل در آمریکا و یا همون در انگلستان و در اروپا تحقیق‌های زیادی در حوزه‌های مختلفی زنان انجام دادن که متاسفانه اصلا ما راجع بهشان نمیدانیم. ماهایی که اهل اکادمیک هستیم میدانیم. من به خاطر یک تحقیقی که دارم الان در حال حاضر انجام میدم، همیشه عضو چند جا هستم و خواهی نخواهی به من ایمیل ها می آید. من همیشه مثلا آپدیت هستم که کجا کی چی می نویسه، ولی عموما مردم دیگه از او چی هستن، از او بیخبر هستن و متاسفانه برای اینکه بحث کوتاه بکنم، متاسفانه رسانه های ما هم در فربه کردن آدم هایی که حرفی برای گفتن ندارن اما
از سطرهایی را به یک نوعی به آریت میگیرن از کسانی که حرف برای گفتن دارن و خود را مثلا مقاله نویس بیرون میدن یا نویسنده بیرون میدن یا امثال هم، اونها خلط میکنن تمام اینمی فضای اکادمیک و فضای جدی را و ما نباید بگذاریم که اینمی فضای جدی هم مثل فضای سیاسی ما، مثل فضای جامعه مدنی ما، مثل فضای جامعه هنری ما دچار ابتذال بشه. چون اگر این فضا هم دچار ابتذال بشه ما واقعا دیگر ره به جایی نمیبریم، جز به خاطر اینکه ما نیاز داریم به صدق، ما نیاز داریم به صداقت، ما نیاز داریم به راستی، ما نیاز داریم به منابع درست، ما نیاز داریم به اندیشه ها و افکاری که واقعا حرفی برای گفتن دارن. ما نیاز دیگه نداریم به جملات تکراری پوپولیستی که هیچ چیزی به ما عرضه نمیکنن مگر اینکه برای یک مدتی فضا را اشغال میکنن و فضا را شلوغ میکنن. من فکر میکنم در این بخش باید شما یک بخشی را داشته باشین و اگر که نیاز باشه که من افرادی را براتون مشخص کنم یا معرفی کنم، من برای دو دیده این کار انجام میدم. بسیار زیاد تشکر. و واقعا صحبت شما خیلی صادقانه و خیلی هم روکرا صحبت کردین و استفاده کردیم از صحبت شما و حتما این نکته ها رو یادداشت میگیریم در فعالیت های بعدی کنفرانس. حتما یعنی موضوع رو در نظر میگیریم که بانوانی که پژوهشگر هستن و کار میکنن، فعالیت میکنن، تولید اندیشه میکنن، اونو از اونا دعوت شود که اینا بیان از تحقیق و پژوهششون صحبت بکنن در این کنفرانس. حتما یعنی این بحث شما هم خیلی دقیق است که حتما آدم هایی باشه که فرصت برشان داده شود، گرچه رسانه‌ای نیستن، گرچه حضور ندارن در رسانه‌های اجتماعی، ولی اونا واقعا شایسته از این هستن که بیان صحبت بکنن و ما از اندیشه و کارهایشان استفاده ببریم. بازم یادآوری میکنم بر دوستایی که اینجا حضور دارن لطفاً هم صفحه کمبریج مسعود کانفرانس فالو بکنن و صفحه موزاییک. فقط یک بار دیگه هم تکرار میکنم، دوستانی که واقعا علاقمند هستن این کنفرانس و شکل که یعنی سیاسی نیست، علمی هست و یک فکر و اندیشه نو را در بخش آینده افغانستان میخواد تولید بکنه، اگر میخواد این کنفرانس واقعا تداوم پیدا بکنه و وابسته نباشه همیشه به این دونر و اون دونر و از این متاثر از اجنداهای کشورهای دونر نشوه، یک راه را ما به عنوان عضو این بورد پیشنهاد دادم که بگذارین این کنفرانس پابلیک فاندینگ داشته باشه، یعنی از طریق مردم و رعیت افغانستان این حمایت شود تا رعیت سهم بگیرن در مردمی که فعال هستن و واقعا دوست دارن که اندیشه‌هایی که واقعا صادقانه در بخش افغانستان دور از اجندای سیاسی و موضوعات دیگر در بخش افغانستان تولید میشه، این کنفرانس بقا داشته باشه و این کنفرانس همیشه یک دریچه‌ای باشه برای آدمایی که در بخش افغانستان فکر میکنن، اندیشه تولید میکنن، اینا بیان در این کنفرانس صحبت بکنن. و ایراد به این داره که مثلا حتی اگر یک دوستی در یک گوشه از اروپا یا انگلیس یا آمریکا و کانادا زندگی میکنن، حتی 10 یورو 15 یورو هر قدر که مثلا مناسب میبینن به کنفرانس کمک بکنن، چون ما به عنوان عضو دیدیم که چقدر مثلا ضرور است و چقدر مشکل است که کشورهایی که همکار افغانستان معلوم میشن اونا را قناعت بدیم که این کنفرانس ضروری است، چون هر کدام اینا از اجندای مشخص خودشون داره و اونا بحثایی دارن، یعنی پیشنهادات دارن که مشکل است، یعنی تمام کنفرانس به ابتذال میکشن اگر قرار باشه که ما اون تغییرات که لازم نیست در کنفرانس بیاریم، یعنی اون بحثایی که خانم کریمی داشتن که یعنی واقعا لازم هست که ما اصل صداقت و دوری از ابتذال را به عنوان یک از بنیادهای اساسی این کنفرانس در نظر بگیریم. نگذاریم که مثلا هر پدیده علمی به ابتذال کشیده شود یا هر پدیده‌ای که پژوهشی به ابتذال کشانده شود و این روزانه برای آدم‌هایی که واقعا نیازمند و به این هستن که شنویده شوند و پژوهش‌ها و کارهایشان مورد بررسی قرار بگیره از طرف بردهای علمی و محافل علمی. با خاطر پیشنهاد را حتما در نظر میگیریم. آقای طارق بصیر ما بالا دعوت کردم، امروز اینا در آمریکا آشنا شدم اتفاقا از
هموطنان افغانستانی ما هستند که در اونجا تحقیق میکنن در مرکز حکومت پژوهش بخش حکومتداری و مارکت در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا. طارق عزیز، میشه کوتاه اگر تبصره یا سوال از مهمانای برنامه ما داشته باشین سوالتان مطرح بکنین و بعد از شنیدن فرمایشات شما باز یک جنبندی کلی خود داشتیم و برنامه را ختم میکنیم. و یک یادآوری لازم میدانم که این برنامه تا آخر تا روز برگزاری کنفرانس که در تاریخ 19 و 20 ماه سپتامبر است، هر هفته روز شنبه به عین وقت برگزار خواهد شد تا ما یک کمی کنفرانس را در معرض نقد اهل فکر قرار بدیم که چطوری این کنفرانس را ما اصلاح بکنیم که واقعا به درد آینده کشور بخوره و امو پیشنهاداتی که خانم کریمی داشتن اونا رو در نظر گرفته بعد در هفته‌های بعدی حتما مهمونای خود داشتیم. امروز قرار بود که جناب دکتر سید میرویس بلخی حضور داشته باشن، متاسفانه مشکل پیدا کردن و نتونستن اینجا حضور داشته باشن. بعد ترتیب حتما در هفته‌های آینده مهمونای دیگری خود داشتیم. از خانم کریمی هم دعوت میکنیم که همیشه به عنوان یک همکار به این کنفرانس بمانن و تا بتونیم درست‌تر آسیب شناسی بکنیم موضوعات مربوط به کنفرانس و آینده افغانستان را. طارق عزیز، ما یک در خدمت شما قرار دارم، بفرمایید. تشکر جاوید عزیز. سلام به خودت، به دکتر صاحب نشاط، خانم زهرا و تمام دوستایی که در این اتاق حضور دارن. ما اتفاقا خیلی بحث از اولش بودم، خیلی از نکاتی بود که برای ما بسیار جالب بود. ما یک چند تا پیشنهاد دارم و چند تا نظری بسیار مختصر، چون که ما از قبل در جریان برنامه نبودم و آجندای برنامه را نمیفهمیدم، ولی از همین جریان صحبت ها بعضی چیزها در ذهن ما خطور کرد. اولا از دکتر صاحب نشاط بسیار تشکر میکنم که فعال هستن و کارهایی را که گفتن بسیار کارهای کلیدی و اساسی است. ما پیشنهاد ما است که آجندای امسال کنفرانس اگر چی باشه متمرکز برای حل سیاسی برای آینده افغانستان باشه. به نظر ما یک موضوع بسیار خوب است. شما میتونین که اما چی بکنین، یک اعلامیه بدین که آجندای ما امسال برای یافتن راه حل سیاسی پایدار برای آینده افغانستان است و پژوهشگرا باز میتونن که طرح خود مطرح بکنن، اما پژوهشی که دارن یا هر چیزی که دارن باز یک برد تخصصی و تکنیکی میتونن انتخاب بکنه بهترینا را از جمع از او. از دید من یک ایده بسیار خوب است و یک استیج بسیار خوب میتونه باشه، هم برای پژوهشگرا که اما پژوهش و کار خود به نمایش بگذارن و هم برای خود هم استیج به خود کنفرانس که میتونه حداقل یک بدیل خوب برای آدینس خارجی مثلا مطرح بکنه که متاسفانه وجود نداره در شرایط فعلی. ما اما یک راه حلی که ملموس باشه و سنجیده شده و یک فریم ورک بسیار مشخص وجود نداره متاسفانه. اولین پیشنهاد من است اگر امکانش باشه کسایی که در پشت برنامه هستن این را مد نظر بگیرن. این خوب مباحث بسیار اکادمیک هم میتونه مطرح شود که مثلا بسیار تئوریک باشه ولی مشخصا اگر بیشتر بین راه حل سیاسی برای بیرون رفت از بنبست سیاسی فعلی که چی از در افغانستان وجود داره یک پیشنهاد. و مسئله دیگر که در قسمت‌های خانم سهرا بود برای ما بسیار جالب بود، اما مسئله ازی که بیشتر روی افراد چی نشوه، روی نام‌های بسیار کلان باشه یا افرادی که سابقه درخشش دارن یا در رسانه‌ها بودن و به اصطلاح مشهور هستن و استیج و نتورک دارن و این خب چی نیست که تنها در بخش سیاسی باشه که نام‌های سیاسی یا رهبرها باشه، حتی در خود اکادمیا کسایی هستن که گمنام هستن ولی به لحاظ اکادمیک بسیار کارهای چی دارن، قوی دارن و بسیار کار کردن. ما یک مثالی از این را از خودم بگویم. ما یک کسی از افغانستان اصلا یکی از استادا بوده که اصلا با نامشان آشنایی نداشتم ولی به اساس یک برنامه‌ای که لازم بود با ما یک مصاحبه داشتن به لحاظ تحقیقی که میکردن. ما باز در گوگل رفتم که سرچ کردم، مقالاتی در ژورنال‌های بسیار درجه اول جهان دارن و برای من بسیار چی بود جالب بود و جای تاسفم بود که چطور ما با یک کسی که
با او قسم یک بک‌گراند میآید، هیچ اصلا نامش نشنیدیم. اینی تو افراد وجود داره. اگر دوستایی که برنامه را تنظیم میکنن کوشش بکنن افرادی را که مثلا اگر موضوع شما بحث غیر متمرکز سازی است پیدا بکنن، کسایی که در این قسمت کارهای بسیار قوی اکادمیک کردن ولی چون که در رسانه ها نبودن، چون که نتورک نداشتن، چی نیستن، شناخته شده نیستن. یعنی تنها این مسئله نام در بحث سیاسی نباشه، در بحث خود اکادمیک هم میشه اونو تو آدم ها را مثلا آدم دنبالش بره و بازوا طرحی را که میتونه که یک طرح قوی باشه برای خارجی ها جذاب باشه و او میتونه که یک پروسه سیاسی را ایجاد بکنه برای آینده افغانستان. دومین بخشی است، اما زیاد پرحرفی نکنم، فقط همین دو تا مسئله مهم مطرح میکنم. باز مسائل دیگر اگر در جای لازم بود به صورت خصوصی میشه که با خودت دکتر سیم جاوید یا دکتر سیم نشاط در جریان بگذارم. ولی همین دو مسئله که از خود صحبت ها که من دیجا شنیدم بسیار جالب بود برای من، فقط خواستم که مطرح بکنم. بسیار تشکر طارق عزیز. و من میفهم چرا این دو بحث خیلی مهم را مطرح کردین شما. البته که این یک اصل مروج است در کنفرانس ها که باید ابسترکت یا چکیده ای از مقاله خود اینا بفرستن به کنفرانس و اونا انتخاب بکنن از بین برگه های علمی کدام برگه بیاید مثلا مورد پیشکش قرار بگیره. ما هم داریم این موضوع را در کنفرانس، ولی دلایل همیشه این کار را کردن نمیتونم، چون ظرفیت کنفرانس به اون حدی که مثلا شما در کنفرانس کشورهای اوراسیا مثلا اشتراک میکنن به اون حد نیست. یعنی به اون حدی که مثلا 1000 نفر دعوت بکنین و 1000 نفر مثلا تمویل مالی بگیرن بیان سفر بکنن. ما مشکلی چی داریم؟ یعنی مشکل بودجه داریم در این کنفرانس و کوشش میکنیم که دوستانی که امکانات مثلا سفر رو دارن یا در نزدیکی های دانشگاه هستن یا امکان دارن که از طریق خود دانشگاهشان تمویل شون بیان سفر بکنن، اونا رو مثلا دعوت بکنیم و خصوص در این مورد دوستانی که در بورد هستن همیشه دید چیز فراخ دارن و همیشه نگاه میکنن دور و بر کی ها در کدوم بخش کار میکنن. البته یک پیشنهاد خیلی خوبم که از طرف خانم کریمی شد و در دقیقاً در همین بخش است که ما نیاز به کمک داریم که این یعنی آگاهی کنفرانس با وقتش از طریق شخصیت‌های مطرح بره بیرون تا پژوهشگرا با وقتش خبر شون و اونا بتونن برگاه خبر بفرستن و اونا رو ما بتونن دعوت بکنیم. یعنی یک پروسه 1 ساله هست. با مجرد کنفرانس در ماه سپتامبر تمام میشه تا سپتامبر سال آینده، یعنی یک پروسه خیلی طولانی وجود داره که مردم برگاه های خودم میفرستن. ولی این تا به حال متاسفانه از طریق دعوتنامه ها شده، چون امکانی که ما به شکل گسترده یک آگاهی رو نشر بکنیم و همه خبر شوند، یعنی ما سال گذشته این کار کردیم، متاسفانه خیلی زیادم بازتاب نداشت به خاطر که ما دسترسی به اون سطح نداریم که آگاهی ما به 10,000 نفر برسه و در سراسر دنیا نشر شود. این محدودیت وجود داشته متاسفانه. سال گذشته در چیزی در حدود 50 برگه برای ما رسیده بود، زیاد نبود و امیدوار هستم که سالهای بعدی مثلا آگاهی های ما با وقتش در جاهایی نشر بکنیم و از طریق شما دوستا این آگاهی را به دانشگاه ها و محافل علمی برسانیم که اونا هم با خبر شون و بتونن با وقتش همراه ما تماس شون و بتونن یا مچکیده ای از تحقیقات خود بفرستن که ما تصمیم میگیرن در رابطه. اگر در این مورد آقای نشاط کدام توضیح اضافه دارن ما مایکو پرشون در خدمتشون قرار میتونم. در غیر از او کوشش میکنیم که این برنامه در یک چند دقیقه در اینجا با اتمام برسانیم. من قسمی که یاد کردم در چند دقیقه قبل، ما کوشش میکنیم که تا آغاز این کنفرانس هر هفته یک بار این جلسه رو برگزار بکنیم و شما میتونید اگر در این هفته فرصت صحبت بر شما داده نشد یا وقت یاری نکرد، در هفته های بعدی حتما حضور داشته باشین و دوستانی که علاقه‌مند صحبت هستن میشن که از طریق صفحه توییتر با من مثلا پیام بفرستن که من از قبل نام اونا رو در لیست تبصره کننده مثلا داشته باشم. بازم واقعا خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما و تشکر از حضور شما. اگر دیرتر به صفحه ما پیوستین حتما از شما خواهش میکنیم یک بار دیگر
که به مسئله تمویل این کنفرانس بیاندیشین، چون من خودم شخصا کنفرانسایی که اشتراک میکنم میفهمم که حق ایشی میدن، یعنی حق رجیستریشن میتن اینا به کنفرانس ها و از اون طریق کنفرانس ها خواهد تمویل میکنن. متاسفانه در این کنفرانس ما نمیکنیم این کاره و ما اجازه میدیم که یعنی آدم ها بدون حق پرداخت حق اشتراک بیاین در کنفرانس برگاه های خود پیشکش بکنن. ولی این باعث ازیم شده که مثلا کنفرانس کمی دستش تنگتر شود این مسائل. امیدوار هستم که به یک نحوی این مسئله و مسئله مالی در سالهای آینده حل شود و یک راهی شفافتر برای تمویل متداوم این کنفرانس پیدا بکنیم. آقای نشاط شما هستین؟ بله جناب دکتر، بسیار تشکر. سلامت باشین. سلام زیاد دارم جناب دکتر صاحب طارق. سپاس از دو پیشنهاد شما. دوست دارم که یک فرصت مناسب تر با هم در این دو مورد بیشتر صحبت بکنیم، ولی خلاصه خدمتتان عرض شود مشکلات را که جناب دکتر صاحب احوار به عنوان یک از اعضای بورد اکادمیک یاد کردن عملا ما روبرو هستیم. ان شاء الله در سالهای آینده کوشش میکنیم که روال کار ما هرچی بهتر شود و بتونیم مثل دیگه کنفرانس های بین المللی 6 ماه پیش 8 ماه پیش ما اعلان کانسپت نوت خود ارائه بکنیم و از چکیده بخوایم از دانشمندای خود. این روال حتما تعقیب میکنیم. سال گذشته اونقدر موفق نبود. امسال به دلایلی که ما مشکلات فنی داشتیم نتونستیم به زمانش انجام بدیم. من خدمت شما کانسپت نوت امسال فرستادم. در اون کانسپت نوت تمام اهداف امسال کنفرانس یادآوری شده. میتونین که ببینین. میشد که ما پست بکنیم و همینجا بگذاره میشه. به هر حال باز میشه دفعه آینده این کار انجام بدیم. خیلی خلاصه خدمتتون یادآوری کنم که ما از جمله 20 طرح و نقشه راهی را که جمع آوری کردیم، نقاط مشترک از او را همیشه در یک نقشه راه مختلط جامع گرد هم آوردیم، ولی اختلافات نزدیک به 12% اختلافی که یا کمتر از 10% تفاوت‌های نظری که بین نقشه‌های راه وجود دارم خیلی مهم است که باید روش بحث و گفتگو شود. و ما خواستیم که اول در کنفرانس همین نقشه راه رونمایی شود، بعداً باز همون روی تفاوت‌های جدی که در بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان و جامعه مدنی وجود داره را رویش 3-4 پنل بگذاریم. مثلا تفاوت اولی که ما بیشتر 4-5 تفاوت عمده داریم. یکی است که خب بحث قومیت، مسئله قومیت در افغانستان یک بحث بسیار جدی هست و همون سوال رسیدن به عدالت اجتماعی یک سوال اصلی است که خواستیم در این مورد یک پنل وجود داشته باشه که اگر دوستای علاقمند باشن در این مورد بخواین صحبت بکنن و امروز من در خدمت هستم. بحث دیگه تفاوت فکری روی مسئله نظام سیاسی آینده در افغانستان است که در نقشه های راه وجود داشت. عملا یک تعداد از گروه های سیاسی دنبال طرفدار ایجاد نظام فدرال هستند، یک تعداد کسای دیگه در مقابلش کاملا طرفدار نظام قوی مرکزی هستند و کسای در بین هستند که میخواین یک نظام سیاسی پارلمانی غیر متمرکز ایجاد شود. در این مورد یک پنل داریم که دوستا علاقمند باشن میشه در مورد بیشتر در مورد صحبت شود. و بحث دیگه ایشی که تمام کسایی که نقشه های راشون ما جمع کردیم طبعا مخالفین طالبان هستن و در مورد از اینکه ما چطور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم استراتژیشون مشکل داره، تفاوت نظر داره. تفاوت نظرشون نیست که تعداد میخواین که در مقابل طالبان مثلا مقاومت مسلحانه صورت بگیره تا طالب مجبور شود که واقعیت عینی جامعه را بپذیره. کسای دیگه هستن که در جمله سیاسیون علاقمند هستن که با طالب تعامل صورت بگیره و کسای هم هستن در بین. حالا استراتژی چی باید باشه برخورد ما با طالب یک مسئله خیلی مهم است که در جامعه جهانی هم در مورد بسیار صحبت میشه. نیاز است در مورد این اختلاف و این تفاوت فکر باید صحبت شود و فکر شود. خب این یکی از پنل‌های دیگه است که ما در نظر داشتیم که رویش صحبت صورت بگیره و صحبت همه‌جانبه. مسئله چهارم را که ما فکر کردیم که خیلی در افغانستان مهم است و همیشه نقش داشته
نقش کشورهای بیرونی و گروه های داخلی افغانستان چطور با هم ربط دارن. این مسائل هست که یک تعداد زیادی از کسایی که نقشه راه ارائه کردن فکر میکنن که در آینده افغانستان مثلا ملل متحد میتونه نقش بسیار برازنده داشته باشه، مثلا بتونه که یک حکومت همه شمول را تلاش بکنه ایجاد شود. ولی چقدر این به مسائل عملی هست یا نیست، یا نقش کشورهای بیرونی مثل پاکستان یا ایالات متحده آمریکا یا کشورهای مثل روسیه و کشورهای دیگه در خلیج چی بوده میتونه. یک بحث بسیار جدی هست که اختلافات در بین گروه هایی که ما نقشه رایشانه به دست آوردیم تفاوت نظر زیاد وجود داره که نیاز به بحث جدی داره. خب این خلاصه را میخواستم خدمتتون بگم. پنل های دیگه هم هست در مورد مسائل حقوق بشر و جندر اپارتاید و مسائل آموزش پرورش و مدرسه سازی و رادیکالیسم اینها که خواستم خیلی کوتاه و خلاصه خدمتتون در مورد امسال عرض بکنم. سلامت باشید. تشکر جناب رشاد. حتما دوستا شنیدن، پاسخهای خود گرفتن. به خاطر که برنامه خیلی طولانی نشه و دوستانی که اینجا در پایین حضور دارن خسته نشون، فقط کوشش میکنیم که برنامه را کوتاه جمع‌بندی بکنیم. در آغاز صحبت ها آقای نشاد کمی در رابطه و کنفرانس مسعود و اینکه امسال دور چهارمش است صحبت کردن و این کنفرانس بینش یا جهان بینی یا طرز فکری که پشت این کنفرانس وجود داره ای است که فکر یک حکومت عادلانه و دموکراتیک در اواخر حکومت مجاهدین از طریق احمد شاه مسعود مطرح شد که یک حکومتی که در اونجا انتخابات وجود داشته باشه، عدالت، هر نوع عدالت، یعنی عدالت به مفهوم فقط عدالت قومی نه، عدالت جنسیتی، عدالت فرهنگی، عدالت زبانی، هر چیزی که یعنی به مفهوم کلی عدالت یعنی بینشی که آموزش مسعود در این مورد داشت و بینش را ما کوشش میکنیم از طریق محافل علمی مورد بررسی قرار بدیم. به همین دلیل به افتخار این صحبت ها و زحماتی که احمد شاه مسعود کشیده این کنفرانس را بنامش نهادیم. ولی تنها بحث در مورد احمد شاه مسعود نیست، بحث در مورد افغانستان است، در مورد آینده کشور است، در مورد افغانستان پس از طالبان است، افغانستان بیرون شدن افغانستان از این بحران موجود است. به خاطر افرادی که دوست دارن، اندیشه دارن در رابطه با افغانستان فکر میکنن، اینا میتونن که روی این کنفرانس حساب بکنن و از این آدرس بتونن اندیشه‌شان نشر پخش بکنن. در رابطه با صحبت هایی که آقای نشاد داشتن، تاکید روی شد که کنفرانس روی چندین اصل تاکید میکنه که موضوع تولید اندیشه است و حکومت همه شمول است، حکومت های غیر متمرکز است. اینجا ما تعریف نمیکنیم غیر متمرکز. وقتی ما میگیم غیر متمرکز تقریبا همون چیزی است که آقای نشاد در اواخر صحبتاشون یاد کردن که ما یک فکر بدیل، یعنی اگر این حکومت در افغانستان نتیجه نداده، چه حکومت نتیجه میده؟ اگر حکومت متمرکز باعث بحران و ایجاد این بحران شده، پس حکومت های متمرکز، نقشه های غیر متمرکز چی میتونه باشه؟ و با دلیل ما یعنی تعریف مشخصی از نظام متمرکز ما اینجا نداریم و اجازه میدیم که محافل علمی طرحهای خود را در این رابطه ارائه بکنن. در رابطه با صحبت‌های خیلی خوبی که خانم کریمی داشتن در رابطه با همه شمول بودن کنفرانس تاکید کردن که باید فرهنگی‌ها دعوت شه و آدم‌هایی که واقعاً پشتیبانی علمی دارن و کارهای علمی کردن اونا از اونا دعوت شه و ما تحت تاثیر فرهنگ مبتذلی که در چندین سال قبل ترویج پیدا کرده و که از شعرهای مطرح دعوت میشن و فقط یک سرخط خبر میسازن برای خود برای یک چند روز، ما این روند را دنبال نکنیم و کوشش بکنیم که کنفرانس ها با مشکل که لازم است یک محافل باشه برای آدم هایی که اندیشه های متفاوت دارن و ما از افکار و اندیشه های متفاوت نترسیم، اجازه بدیم که آدم هایی که فکر نو دارن یا فکر متفاوت دارن اونا بیان در این کنفرانس ها اودینس داشته باشن، دیالوگ ایجاد شه تا بتونیم از این بحران موجود از طریق گفتگوها به یک نتیجه برسیم. و او گفتگوها لازم نیست بین گروه‌های سیاسی تنها باشه، این گفتگوها میتونه بین گروه‌های فرهنگی، سیاسی و علمی باشه. به هر ترتیب این پیشنهاد هم حتما در نظر گرفته خواهد شد. در سال‌های بعدی حتما
گروه هنرمندا و بانوان پژوهشگری که در بخش افغانستان و آینده افغانستان فکر میکنن، تولید اندیشه میکنن، دعوت شوه. و یک بار دیگر هم از دوستانی که در پایین حضور دارن خواهش میکنم که در رابطه با آینده این کنفرانس بیاندیشن که این کنفرانس اگر قرار است از لحاظ مالی استقلال داشته باشه، ما با کدام طریق میتونیم که به استقلال مالی این کنفرانس برسیم. اندیشه پشت استقلال مالی یک کنفرانس همین بود که یک ملتی که دغدغه داره میخواد مثلا کارهایی بکنه برای آینده کشورش، حداقل یک کنفرانس، یک محفل علمی را خودش باید تمویل کرده بتونه. خب امروز ما یک دیاسپورای بزرگ در غرب داریم که اونا میتونن که نقش فعال در این بخش بازی بکنن. حداقل این به دلیل بوده که وقتی ما به دونرها مراجعه میکنیم، اونا دغدغه‌شون این است که فکر شما وقتی که متفاوت است، پس این پیشنهادات ما رو در نظر بگیرین تا ما بتونیم شما تمویل بکنیم. ولی اون پیشنهادات رو وقتی در نظر بگیرین و مصلحت اندیشی بکنین، تقریبا دیگه باز این محفل علمی با محافل سیاسی دیگری که در دیگر جاها برگزار میشه تفاوت نخواهد داشت. با مدل ما کوشش نکردیم که در این مورد مصلحت اندیشانه عمل بکنیم و دوست داریم که در حد اقل یا حد سطح کوچکش این محافل را از ابتذال دور بداریم و با قیمتی که نتونیم جلب بکنیم کمک های کشورهای دونر. بر ترتیب امیدوار هستم که دوستانی که توان این کمک کردن را دارن، حتی به سطح 10 یورو اگر بتونن به این کنفرانس کمک بکنن. خیلی قسمت بالای صفحه شما میبینید اینجا نشست که اگر میخواین کامبریج کنفرانس مسعود رو مثلا تمویل بکنین، این نشانه آدرس بانکی است و از طریق میتونن شفاف و بانک بفرستن و ما سالانه کوشش میکنیم یک گزارش مالی از فعالیت‌های موزاییک و کنفرانس هم ارائه بکنیم با بورد و او را از طریق صفحه وبسایت چاپ بکنیم که مورد تایید دوستا قرار بگیرن که طور نشوه که دوستا فکر بکنن ما دنبال جلب جمع کردن پول هستیم. اینشون باور بکنن اگر کسانی هم که تمویل بکنن کنفرانس به اون حد نخواد شد که ما سالانه مسئولین این کنفرانس مصرف میکنن بالای کنفرانس. چون اندیشه‌ای که پشت این کنفرانس هست است که ما در راه برپایی عدالت و رسیدن به یک راه حل برای بحران موجود کار میکنیم، حتی به قیمت این که ما از کیف شخصی خود یک مقدار پول را مثلا مصرف بکنیم تا سهم داشته باشیم در عمران و آبادی کشوری که ما خود مربوط به اون میدانیم. بر ترتیب بازم دست همه شما درد نکنه، سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد از حضورتان. هفته آینده روز شنبه در عین وقت ما در خدمت شما قرار می داشته باشیم و اگر دوست دارین که صحبت بکنین در این برنامه ها، حتما یک پیام بگذارین که باز حتما شما را در جریان برنامه دعوت بکنیم بالا. سلامت باشین، روز خوش و برنامه ما رسما همینجا به اتمام میرسه.